همیشه فکر میکردم چرا یک نفر پیدا نمیشود تا کاری را برای من انجام بده، دست من رو بگیرد، همیشه پهلویم باشه. بعد فهمیدم که این خودم همون یک نفر هستم. خودت شروع کن، خودت را تغییر ده. از دیگران امید انتظاری نیست. اوشو مؤلف کتابی این نیز بگذرد، فیلسوفی شناخته جهانی، میگوید There is no need for any hope and there is no need to feel hopeless. Live here now. Life is tremendously blissful. It is showering here and you are looking somewhere else. نه نیاز به امید است و نه نیاز به ناامیدی. اینجا و همین لحظه زندگی کن. زندگی سراسر نعمت است. اینجا بارون میبارد و تو به سوی دیگر نظر میکنی. یعنی برای دیدن زیبایی، برای درک زیبایی هیچ نیاز نیست که خانه خود را بفروشی. تنها چشم بگشایید و ببینید بزرگترین و با ارزشترین الماس در خانه خود شماست. فقط کافی است بدانید الماس چیست.